салом, ба барномаи меҳмони озодӣ аз радиои озодӣ хуш омадед. меҳмони барномаи имрӯзи мо коргардони машҳури тоҷик Барзо Абдураззоқов аст, ки феълан дар Тоҷикистон ҳастанд. ва муҳтарам Барзо Абдураззоқов, хуш омадед ба барномаи мо. ва то ҷое иттилоъ дорем шумо аз Қазоқистон омадед ба Тоҷикистон. ва вазъият дар он ҷо чӣ тавр аст? чун мо иттилоъ дорем ки як нооромиҳову беназмиҳо буд. бале, худои шукр хуб аст, ҳоло хеле хуб аст. ман алмато 2 январ омадам барои мондани намоиш. аммо 3 январ он инқилоби оно шур зад ва мо 10 рӯз аз хона набаромадем. خب هر کاری که شد نزد تیریزه های من شدن، اون پران اون ماشین سوزانی ها و اون شور و ولوله‌ای که بود در الماتا. اما کمبودی نان و دیگر نوبت در مغازه ها و سرگردانی مردم، ترس، بالای این ما بالای آنکه شهر میسوخت، الماتا میسوخت، ما هر روز با این نگاه نکرده مشق میکردیم. یعنی که برای من یک ماشین می آمد، اون صاحب اون ماشین آدمی خیلی خیلی نامداری قزاقستان بود که مثلا گایی یا میلیسا هیچ گفتن نمیتونست چیز میدادن و میبرد من مشق و بعد از مشق شب باز میگشتم خانه میامدم و اون ماشین های سوخته و مغازه های سوخته و مغازین های سوپرمارکت های سوخته همه چشم من بودن. اما شکر خدا که بعد از چند مدتی خیلی کوتاه قزاقستان باز جاش گرفت، باز اما آباد است، زیبا است. و شما گفتید انقلاب، این کوشش انقلاب بود یا تبادلات؟ نه، این کوشش شاید که تبادلات باشد با انقلاب گفتم. بله، اما نظر من انقلاب بود، برای که مردم قزاق خیلی خسته بودن، از اون ناراحت بودن. اون چند سالی که من در قزاقستان بودم و من میدیدم در صحبتشون می نشستم و میدیدم که مردم خیلی خسته شدن از اون راهبریتشان. و من فکر کردم که یک روز حتما این سر میزند و حتما یک شروع میشد، یک انقلابی و این حکومت پاش میخورد. معلوم بود و ما بالای این از روی این احساساتی که من داشتم در قزاقستان چند نمایش هم ماندیم که حس میکردیم که کاری باید شود. و آخران نمایشی که یک ماه پیش از این انقلاب گوییم، بگذار که انقلاب باشد، روی صحنه آوردیم. نام اثر ما سلطان است بود، یا چی این سلطان یا چی اون سلطان نام داشت، که کسی میبیاد و این سلطانی که 30 سال سری حکومت بود از تخت میراند و از اون بدتر میشد. یعنی اشاره به رئیس جمهوری گذشته قزاقستان نورسلطان نظربایف. بله، اما حس میکردیم که کاری باید شود، حتما باید کاری شود. این اثری دراماتورگی سوریه سعدالله ونوس است، خیلی اثری کهنه است و خیلی اثری زیبا است. و محترم عبدالرزاقов، شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ روسیه بر ضد اوکراین زیاد مطلب نشر میکنید و از دیدگاه شما همین جنگ چی جنگ است و چرا آن رخ داد؟ ببینید دوستی عزیزم، با این سوال شما نمیتونم من بگویم برای چی. سبب جنگ چچنیستان هم همین چیز بود، از این پیش هم همین چیز بود. سبب جنگ فنلاندی هم همین چیز بود. شروع شدن جنگ سال اون پاکت ریبنتروپ و مولوتوف همش یک ریشه داشت برادر، همش یک ریشه داشت که روسیه هیچگاه طاقت دیدنی
آبادی کسی نداشت. نه خودش آباد کرده میتواند و نمیتواند ببیند که یک کس میخواد آباد شود، میخواد آزاد باشد، میخواهد راهی خوب انتخاب کند، میخواد از روسیه کنده باشد. سبب جنگ تاجیکستان هم همین بود. و شاید امروز اون غضبی منم، اون خیلی پریشانی من که باور کنید فیروز، از پیش از این شروع شدن این نمایش ما در اون خانه گفتیم که من قریب خواب نمی کنم، بلکه تمام فکری من در اوکراین است. چون که برادر من میبینم که هر کاری که در تاجیکستان شد از سال 97 و اون کاری که در اوکراین میشد، همش یک ریشه دارد. همش یک ریشه که یک مملکت نمیخواهد که ملتی دیگر آزاد باشد، رشد کند، خودش تقدیری خودش حل کند. همین است، فقط همین. و حالا در تاجیکستان بسیاری، اگر نگوییم که بیشتری مردم در مورد این جنگ سکوت، خاموشی اختیار کردن، مثل حکومت تاجیکستان که موقعش هیچ روشن نمی کند. به نظر شما چرا چنین سکوت رو اختیار کردن در تاجیکستان؟ شما میدید من برعکس در این مسئله من مثلا خیلی خوب میفهمم برای چی حکومت تاجیکستان سکوت میکند. من میفهمم اینجا پیوستای اقتصادی هستند، مهاجران ما هستند، وابستگی تاجیکستان از روسیه، خب و غیره و غیره. اما من از دیگر چیز در خاطرم که اکثریت مردم تاجیکستان که خودشون جنگ از سر گذراندن و بیشترشون خبر دارن که سببگاری اون جنگ کی بود و کیها بودن، قریب 70% تاجیکستان همه مقابل اوکراینن، همه با یک آواز طرفداری کشتار در اوکراین هستند. همه با دیروز خودش من از طبابتخانه برآمدم، یک شخص دیدم که گفت تو صدقه نامی تاجیک شوی برای که طرف روسیه میگیری، صدقه نان و نمک روس باش، توی خانواند و توی آدم کرد، و اما تو امروز میروی طرفی بندرپای میگیری و طرفی انواع 50 لابراتوری ساختند و پرنده کردند و یراق اتمی ساختند و میخواند روسیه پاک کنند و دنیا. خب یک ساعت باز یک کسی دیگر آمد بالای این سری من داد گفت، باز کسی دیگر آمد از کجای دیگر به این صحبت همراه شدن و دهشت، خیلی دهشتناک بود. میدید هرچند که اون آدم عالم بودن و هر هم صحبتی که من امروز دارم همه طرفدار، همه اون کسایی که من میدونم غیر از چند نفری که خب عقل و فراست و دانش و یک علم و یک فهمیش دارد، طرفداری روسیه است. و ببینید که با اون اطلاعاتی که از آرت و از ارتر میتن 100% باور میکنند، هر چیزی که گفتم باور میکنند. و در همین زمینه به نظر شما افکار جامعه در تاجیکستان تحت کدام منبع ها صورت میگیرد و آیا مقامات در این کار دست دارند؟ من فکر نمیکنم که دست دارد. من گمان نمیکنم که در این کار دست دارد. این همه سببی دوستی عزیزم، این همه سببی جاهلی و ندانستن و بعد پوره اطلاعات دستی کرمل است. فهمید؟ موی تاجیکستانسی یا لوبلو خاجرند، موی دوشنبینسی، شما ببینید که تمامی ویسکای سوپرمارکت های دوشنبه همه روسی گذاشتن. شما قریب در دوشنبه بودم در داپیچه در یگان جا شما نمیدونم یگان نامی مغازه یا یگان اعلانی تاجیکی نمیخوانید. ببینید
پورا همه چیز تحت نظارت روسیه رفت. سال 70 من خاطر بودم که ما پاکیزه روس شده ایستادیم. بعد خب بعد از سالهای 90 باز گشتیم و اینجا قانونی زبان برآمد و ژورنال ها و گازیت های اسپکتاکل ها و نمایش ها و دراماتورگی. اما امروز پاکیزه باز همه اون باز کنترل کرمل رفت برادر. تاجیکستان پورا کنترل کرمل رفت. ببینید که همه با پاکیزگی بچه‌هاشون مکتبی روسی میتن. بالای این من روز گفته بودم که بالای این همه بچهای ما در مکتبی روسی با کتاب‌های روسی میخونن و وطن ما روسیه است اونجا. میفهمید؟ در تاجیکستان قریب که معلومات ندارد. این همه باز یک بار دیگر میگم فیروز جان که این همه سبب جاهلی و نخواندن و ندانستن و مقایسه نکردن فکت ها است. و برخی از تحلیلگران میگویند که بعد از جنگ اوکراین میلی تانک های روسیه به سوی کشورهای ساحل بالتیک و آسیای مرکزی گردانده می شود. شما با همین عقیده راضی هستید؟ نه، من راضی نیستم، برای که من 100% امید دارم که اون میلی تانکش در اوکراین میشکند و دیگر ابدا دیگر اون میل پیدا نمیشه. شما پرورده زمان شوروی هستید و در اون دوره هم کاری فرهنگی میکردید. با گمان شما در اون دوره و حالا فرهنگ و هنر تاجیک چی مرحله ها رو پس سر کرد؟ چگونه ریخت یا ترانسفورماسیا شد در این مدت، یعنی زمان شوروی و 30 سالی استقلال؟ ترانسفورماسیا ببینید خوب بود، بد بود، اما کمونیست‌ها یک خصلتی داشتند که از بس که آبروشون در دنیا پست بود، آبروشون از جهت فرهنگ می‌خریدن، یعنی تئاتر و کینو و ادبیات و دیگر. آمدیم تا سال 90 انا 91 گفتیم، تا 91 چنزور زمان شوروی چنزور داشت. شما میدید که خیلی چنزور سخت داشت، اما بعد از پاش خوردن شوروی اون چنزور تاجیکستان، مثلا تاجیکستان اگر فقط تاجیکستان گیریم، اگر تاجیکستان به جای آنکه پیش رود، تاجیکستان گرفت و باز خودش زد سال 30 از اونجا سر کرد. یعنی که ما امروز تقریبا سالهای 35 عصر 20 هستیم. از اون چیزی که من میخوانم، از اون چیزی که من میبینم، از اون چیزی که من میشنوم، از اون چیزی که من در روی صحنه میبینم، از اون چیزی که من به میبینم و من میخوانم در خانه، دراماتورگی است یا ادبیات است، من میبینم که تفکری ما خیلی قفازد. یعنی گفتنی هستید ما با سمت پایان میرویم ولی شما گفته میتونید با سمت جهانی یا با سمت اویلوی و قبیلوی؟ نه این قبیلوی هم نیست، این اویلوی هم نیست. این یک سیاستی که ما میدونید اینجا یک چیز دیگر هم هست فیروز جان، من نمیدونم اینه چخیل گویم. ببینید که تاریخ گویا با ما یک شوخی کرد. یعنی که ما آمدیم مثلا تا صنف 9 خواندیم از جهت تاریخ، بعد از امتحان نگذاشتیم، ما گرفتن و باز صنف 2 گرداندن. ما باز شروع کرده ایستیم از صنف 2 الف ب ت خواندن. بفهمید وقتی که مردم عصر 21 گذاشتن، ما گشتیم سال 35 عصر 20 و از اونجا شروع کرده ایستادیم. باز از نو، باز همون پرد، باز همون کنسرت، باز همون صحبت، باز همون لازم، باز همون پرتریت، باز همون و باوری دارم که باز ما میگردیم باز همون صنف 2 بعد از چند سال. برای که گویا ایلان ماسک نیست،
گویا اون تکنولوژی نیست، گویا دبی نیست، گویا امریکا نیست، گویا با میریخ پریدن ها نیست، گویا تکنولوژی نو نیست، گویا با فرانسه نیست، گویا دنیا نیست، گویا تاجیکستان یک گلوبوسی علایده است که بالاش نوشته شده است سال 1935. ولی ببینید هنوز مردم تاجیکستان، بیشتری از مردم تاجیکستان وقتی زندگی خود رو در زمان شوروی و حالا مقایسه میکنن میگن زمان شوروی بهتر بود، زندگی خود وای بر حالش. ولی نظر شما زندگی مردم بهتر شد؟ من فکر میکنم که حالا هزارها مرتبه از شوروی بهتر است. باور کنید من اینا نه تنها شما میگم، زندگی امروز صدها مرتبه بهتر است. اون مردمی که این گپا میگن که ما بهتر، من هر روز میشنوم فیروز، هر روز از برای خدا هر کجایی که شیشتم همسنفای من یا که از من 2 سال کلان 3 سال کلان 2 سال خورد همین گپا میگن. اما من میگم که برادر عزیز وقتی شما زمانی شوروی میگید شما کودک بودید، اون زمانی بچگیتون میگید خوب است. از جهت اقتصادی عذاب پدر و مادران ما خیلی زیاد بود. یک مادری من 4 جا کار میکرد، میفهمید؟ 135 سوم معاش میگرفت مادرم. من 2 دیپلم گرفتم و آمدم 110 سوم معاش داشتم، میفهمید؟ که برای راه هم نمیرسید. من مجبور بودم اینجا کار کنم، اونجا کار کنم، اونجا کار کنم با 2 دیپلم. بله اون بالای این مگزین های خالی، بالای اون دیفیتسیت، بالای اون نافهمی ها، نه برادر حاضر حتما خوب است، فقط مردم معاش ندارد، مردم یک روزی خوب ندارد، مردم یک آزادی ندارد. اما از جهتی مقایسه امروزی تاجیکستان صدها مراتب از اون زمانی بهترین شوروی خوبتر است. و ببینید برزو شما حالا از روسیه انتقاد میکردید در صحبت، ولی برخی از مردم تاجیکستان در آرزوی آن هستند که تاجیکستان به یک ولایت روسیه تبدیل یابد. شما در پاسخ به چنین خواسته ها چی گفته میتونید؟ خب اینا میگن استکهلمسکی سیندروم، میفهمید؟ من اینا نقض میفهمم و حالا یک بالای اثر کار میکنم که موضوعش هم همین است، میفهمید؟ بیچاره مردم غیر از روسیه دیگر هیچ چیز ندید. شما میفهمید؟ هر چیز که بود سالهای 20 مقابلیت نشان داد، جنگ کرد، نتوانست. ادبیاتش گرفتن، فرهنگش گرفتن، خطش گرفتن، وطنش گرفتن، ملتش گرفتن، آرش گرفتن، ناموسش گرفتن و جای دادن مغزی سرش یک علمی دیگر، زبانی دیگر، تفکری دیگر. گفتن پوشکین از سعدی بهتر، گفتن تالستوی از فردوسی بهتر. اون پیشتاق کتابخانه فردوسی بینید، اول گورکی میرود، بعد دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. اگر که پیشتاق اتفاقی نویسنده های بینید میبینید که همه کلاسیکای ما هستن، عینی حتما با گورکی است، باز 2 قدم مونتر با عینی و گورکی نشسته است. ببینید این چیز دیگر ماند در مغزی سری تاجیک و تاجیک بیچاره ما غیر از روسیه دیگر هیچ چیز نمیداند. هر چیزی که دانست، هم از مکتب هم از اینجا، مومو، تورگنف، پوشکین، بلید парус одинокий, Россия, Москва, Кремль, لنین، گالسوکی پیونیری دیگر نمیداند. بیچاره هیچ جا نرفت است آخر. اما یک زبانی که میداند کم و بیش همون هم زبانی روسیه است. اما یک چیزی که میداند کم و بیش، تلویزیون خودش که تماشا نکرد حتما یک سریال روسیه تماشا میکند. اگر اون سریال روسیه تماشا نکند، اگر مثلا TV 1000 تماشا میکند که اونم دوبلاژ روسیه است. اگر کتاب خانم گوید از ادبیات جهان میرود، از کتابخانه کتاب میخرد، اونم روسیه است. میفهمید؟ دیگر همه پیوستش با روسیه است. دیگر این هیچ کار کردن نمیشود. ما یک استراتژی ملی نداریم که این چیز عوض کنیم. حالا
میفهمید؟ برای همین این چیزم خیلی خوب میفهمم من. دیگر چیزم دارد تاجیک غیر از کرمل و روس و برادری و اون گپ‌هایی که هر روز ما میشنویم با شما. البته اینجا نوستالژی هم پیدا میشد، میفهمید؟ که ما همه یک جای بودیم، گویا گرجی و این و انا دوستی بود و ما هر جا که میخواستم میرفتم و از هر کجا خواستم می آمدم. اینم دروغ بود البته، برای که ارمه سوویتی خوب نشان میداد که اون دوستی چقدر قدر داشت. و شما گفته میتونید حالا در تاجیکستان نظامی رو ساختن و آن رو شما چی نام مونده میتونید؟ یعنی این یک فرماسیون جمعیتی سیاسی است یا این فرماسیون رو چی نام گذاشته میتونید؟ نمیدونم، بعضی میگن اتوریتاریسم است، بعضی میگن که این دیکتاتور است. من فکر میکنم که این منارخی فیودالی است حتما. اگر با یک کلمه، منارخی فیودالی. و محترم برزو عبدالرزاقوف، بعد از صحبتی که دفعه گذشته با شما داشتیم و شما وضع تئاتر تاجیک رو اونجا خیلی نگران کننده ارزیابی کردید و اخیراً با چند نفر از هنرمندان صحبت داشتیم و یکی از آنها که ما خیلی احترامش میکنیم و برایش گفتیم که مثال برزو عبدالرزاقوف وضع تئاتر چنین عنوان میکنن، یعنی نگران کننده. گفتن برزو همیشه همین گپا گفتن میگرد، وای از کجا میداند وای در خارج است، در اینجا نیست، وضع تئاتر ما خوب است. ولی ما که میبینیم که واقعا طول سالهای اخیر هیچ یک نمایشنامه ارزنده روی صحنه گذاشته نشد و حالا سوال این است که چرا شما نمیخواهید به تئاتر تاجیک کمک کنید برای یک نمایشنامه خوبی رو روی صحنه؟ ببینید دوست عزیز، اون آدمی که من گفتم که سببی مثلا رشد نکرده این تاجیکستان حتما یک راهبریت جاهل است. ولی برزو در خارجی است، از کجا میداد سطح تئاتر در چه حال است. ولی کوروناویروس است. وقتی که من در تئاتر کار میکنم، همچون دکترم فرقش که کوروناویروس تاجیکستانی است یا کوروناویروس ازبکی است، کوروناویروس روسی است برادران. اون یک است. بفهمید؟ همچون اینو فکر میکنن که دوی تاجیک از دوی اوروس فرق دارد. مثلا روزی دوی تاجیک چی معنی دارد؟ دوی تاجیک دیگر خیلی میدود، فین دیگر خیلی میدود، امریکایی دیگر خیلی میدود، بروندی دیگر خیلی میدود که دوی تاجیک دیگر خیلی است. تئاتر تاجیک همون تئاتر است برادر، این کسب من است. من از یک نمایش، از یک جمله میبینم که حالی تئاتر در چه است. بفهمید؟ و در خارج چه است و نمیفهمد ما زوریم. خب زور باشی برای چی هیچ کار کردن نمیتونی؟ زور باشی برای چی تماشابین نداری؟ زور کی باشی برای چی کساحات کار نمیکند؟ زور کی باشی برای چی از یک قدم از تاجیکستان بیرون فستیوال نمیروی؟ زور کی باشی برای چی فستیوال های جهانی نمیگذرانی؟ زور کی باشی برای چی نزدت کسی نمی آید؟ زور کی باشی برای چی دراماتورگی نداری؟ برای چی موسیقی نداری؟ برای چی تئاتر آباد نداری؟ برای چی کارگردانی حلال نداری؟ برای چی رسامی حلال نداری؟ برای چی گریمیاری حلال نداری؟ چراغ حلال نداری در تئاترت؟ این چی زوری دارد؟ تو یک بار همون آدم من مراجعه به همون آدم میکنم، تو یک بار تئاتر نمیدونم پیتراپاولسکی قزاقستان را بین مشاهده کن با تئاتر اکادمیکیت. راو تئاتر کاکچتاو همین در رو مقایسه کن، اپراتورش ببین، کارگرای ببین، نظامی تئاتر ببین، درآمد و برآمد و سلام و علیک ببین. راو تئاتر ملی ازبکستان قدمت ممکنی 100 متر توی نزدیک نیمانند در آمدن، برای که اون مقدسات است برای ملت ازبک.
من در تئاتر اوزو حاضر آخرین پریمیرم در تئاتر اوزو بود. هر روز من آماده دکومنت میدادم، بعد یک کس می آمد منم میگرفت، بعد من میتونستم مشق خانه خودم روم. هرچند شما کارگردان هر روز من پریمیر دارم برادر، در همون نمایش مانده ایستادم. هر روز من میبینم وقت سلام میکند، علیک نو نظام باید یک کس بیاد من گیرد و برات اونجا. برادر عزیز این است تئاتر. اون بیسوادی که میگه تو از کجا میداند، من میدونم برادر، من درون همین تئاتر کلان شدم. هر روز خواهم نخواهم یک آدم تئاتری خانه من است. هر روز فی روز از خانه میبرم یک اکتور میبینم، از خانه میبرم یک کارگردان تاجیک میبینم، هیچ نباشد تلفن میکند، هیچ نباشد مکتوب مینویسد. هر روز من با کسی هم صحبتم و هر روز از حالی تمامی تئاتر خبر دارم، از کانی بادام سر کرده تا تئاتر کلاب و قرآن تپه بود، تئاتر اکادمیکی و جوانان. برادر من ندونم وای بر حالی منی کارگردان. واقعا من که ندارم که حالی تئاتر چی است، من ندارم که دراماتورگیش چی است، من که ندارم در اون تئاتر چی میشود، چی هست و چی میشود. وای بر حال این زندگی من، بر این سری سفیدی من برادر. برای می خوب میدونم. این سوال یک. سوال دو فیروز جان، من اینا گفتم و باز هم میگویم، از اون چیزی که مثلا از من سال 2010 از تاجیکستان برآمدم رفتم و دیگر کارگردانی میکنم در دیگر مملکت ها و مستر کلاس ها میتم و درس میتم و میآموزم و کار میکنیم و اکسپریمنت ها میگذارانیم و یارای هزار یاری زیبا و همکسبای زیبایی یافتم. تا امروز 12 سال میشد یگان مراتب دعوت نشده است. یگان مراتب فیروز تا امروز کی اکای برزیو که تم برزو نمیشد که بیاید تئاتر ما یک همکاری کنیم، نمیشد که بیاید یک نمیدونم یک نمایش کنید، بیاید با اکتورهای ما صحبت کنید، بیاید در اینستی هنرهای زیبا نمیدونم یک درس گذارید. همون درس من در اکادمی میتم، در اکادمی ژورگینوف میتم، در اکادمی تاشکند میتم، در بیشکک میتم. من 8 ماه در اکادمی بیشکک درس دادم، اما اینجا کسی دعوت نمیکند. برای همین این از من وابسته نیست. این چرا برای من ادرسی من نیست فیروز جان، این چرا ادرسی دیگر آبه. اگر دعوت کنم برای چی نه؟ وطنم است. خیلی تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید فیروز جان. برای کار به شما. خدا نگهدارت. خدا نگهدار.